دوستان چطورین؟ یه کمپ دیگه اومدیم با یه گزارش دیگه. امروز میخوام گزارش ماشین سمپر رو بگیرم که مال سما خانمه، تنها دختری که خونه‌ش رو فروخت و رفت کمپر خرید. یه گزارش میخوام از پاجروی نسل 2 فکر کنم بشه. آره نسل 1 که مدل 1984 از این بگیرم. اینم که تیبل منه که میشناسید همتون. یه گزارش هم از خودم وقت نکردم بذارم تو یوتیوب، یه گزارش هم از اون میگم بعدتون میذارم. حالا با هم دیگه بریم سما رو ببینیم. ماشین فیات دوکاتو 2010 که الان سما بیاد خودش توضیحات رو به ما بده. با ما همراه باشید. سلام علیکم، حال شما خوبی؟ چطوری؟ دوستان مشتاقن که ماشین شما را ببینن و توضیح بدی. برسی لطف کردی. بیا پایین. خب همین قسمتشو نشون بدیم. بیام پایین. عیبی داره؟ نه دیگه با همینا بیا رو این عیب نداره. عیب نداره. مطمئنم. فقط دستمو بگی نیفتیم. نه. بذار میکروفونت هم روشن کنم سما. حله. سما بچه‌ها همون دختری که خونه‌شو فروخت. به نظرم اولین دختری که خونه‌شو فروخت تو ایران رفت یه ماشین بن خرید. تنها. آره. دختر شجاع. البته یه خونه فروختم، یه خونه خریدم. فرقی نداره. فقط این متحرک بهتره. از ماشینت به ما یه توضیح بده. ماشینم که فیات دوکاتو 2010 هستش. بعد اینکه جای خوابش واسه 4 نفره. بردم به میکروفون اشکال نداره؟ نه. اوکی. صدا میاد 1 2 3. بله. آره جای خوابش 4 نفره. بیاید بهتون نشون بدم. این اتاق خواب منه. جای خواب 2 نفره. قشنگ با قد 2 متر میتونید اینجا بخوابید. 1 متر و 98 7 اینا. حدیث جان شما بخواب دوستان ببینن. یه تست بزن. بابا ولم مامان نمیتونی. با ولم کن. میشه خوابید؟ من دیشب اینجا خوابیدم خیلی خوش. یه دراز بکش دوستان عرض و ماشین رو ببینن. الان قد شما چنده؟ بابا ولم کن دیگه. چند ساله قد چند کیلویی؟ بچه‌ها راحت در کن. آره ببین قشنگ. عالی. 3 نفر جوابه ولی ما 2 نفره اینجا میخوابیم. خیلی هم خوشگل خونه. دیزاینی کردی. اینجام که 2 تا شلف دارم، وسیله هامو چیدم. بهتون نشون بدم چی می‌دیدم. تزیینات همه دخترانه و شیک و مجلسی. جینگیلی جاتای منه اینا. جینگیلی جاتاشه. پاشا یا بخوابه. شما هر کاری دوست داری انجام بده. آزادی. خداحافظ. خب همینجا تا هستی صندوق عقب هم بهت نشون بدم. اینجا انباریه. آره اینجا انباری صندوق عقب ماشینه که منبعای آبم هم اینجاست. آره ولی خب چون خیلی شلوغه نمی‌بینی. آره من الان تور اجرا کردی دیگه. بله الان بچه‌ها رو آوردیم سفر که تجربه سفر با کمپر رو داشته باشن. در کمپر رو داشته باشن. معمولا خانوما باشون میان که راحت سفر کنن و از این امکانات لذت ببرن. زوجا رو با خودمون میاریم، آقای تنها نمیاریم. مرسی لطف کردی. خب بریم قسمت داخلی ماشین هم ببینیم. بریم ببینیم. فقط من مرتبش کنم بعد بیایم. آره مرتب. حالا بیرون نشونش میدم. این سایبونشه، این پلهشه که میرن رو بالا. فعلا بالا هیچ پنل خورشیدی نداره ولی یه جا خواب خوب داره بالا. وقتی مهمون میاد تو کمپه. سلام خوش آمدین. سلام چاکریم. خوبی؟ چاکریم. راحتین خوش آمدین. دوستانم جدید اومدن، ملحق شدن. یه سری اکیپ هم دارن اینجا واسه خودشون عکاسی میکنن. How are you? I'm fine and you? You too, me too. بچه شما مسافرهای سما هستین؟ بله. چطور هستش تورشون؟ میشه توضیح بدین؟ بی نظیره. من دفعه 8 9 که دارم میام و انقدر
خیلی بی‌نظیره. من دفعه 8م 9می که میام و واقعا انقدر فوق‌العاده است. هر وقت که زمان داشته باشم و بتونم میام. شما دفعه چند اول واقعا شب بی‌نظیری رو داشتم پیشم. خیلی از چه امکاناتی ماشین خیلی راضی بودی؟ جای خواب، گرمای خوب، گرماش خیلی. منم از این که هر وقت دلم بخواد میتونم آشپزی کنم، دستشویی برم، حموم برم و یه امنیتی دارم که تو خونم شاید اینقدر مرسی از لطفتون. خداحافظ. صحبت میکنم. آره. بعد در مورد کمپر شما گزارش از مسافرات گرفتم که ریویو رو داشته باشم. مرسی، دست درد نکنه. ممنون از محبتتون و گزارشی که تهیه کردید. اگه دوست دارید بقیه ماشین رو بهتون نشون بدم. مرسی، لطف کنید. مهمونام اومدن برام سراغش. بله بفرمایید. اینجایی که بچه‌ها نشستن در مورد جای خوابی صحبت کردن. میکروفون بده عزیزم. اینجا که بچه‌ها نشستن هم نشیمن خونمونه که مهمون میاد و اینا میشینه، هم موقع رانندگی مسافرها اینجا میشینن در حال حرکت، هم اتاق خواب مهمانه. این دوتا اینطوری باز میشه، تخت 2 نفره میشه و بچه‌ها دیشب 2 نفر اینجا رو خوابیده. سخت بود 2 نفر اینجا خوابیدین؟ واقعا برای من سخت بود. بعد سختم نبود. حالا فکر میکنم که اگه حتی کاپلم باشن که خب دیگه خیلی جذاب‌تر میشه. همدیگه رو بغل میکنن. بعد دیگه این از قسمت خوابمون، اینم که یه گاز 2 شعله‌مونه که کپسول گاز داریم این پایین. بعد اینم که ظرفشوییمونه. این زاویه خوبه. آب داریم. آب گرم هم داری؟ آره، آب گرم کنه مبدل داریم. بعد اینجا کلا قلب کمپرمون اینجاست که همه نشانگرهای کمپر اینجاست. هر برقی و هر چیزی رو بخوایم از اینجا میتونیم کنترل کنیم و روشن کنیم. الان که درجه‌مون خیلی پایینه. اینم که تانکرای آب، میزان آبی که داریم و آب کثیف و آب ظرفشویی و اینا اینجا بهمون نشون میده. دیگه چی بهتون بگم؟ کابینت بندیایی که داریم و اینجام که دستشویی حموم و روشویی هستش. میخواید داخل بگید؟ مرسی، عالی. حتما. خونتون چقدر قشنگ مثل خونه کمپر رو دارین درست کردید. گلا رو نیا کن. معلومه دخترونه. آره. یه کمپر دختره دیگه اینجا. یه آینه تو حموم و عروسکا رو نیا کن. اون لیفه، اونا یه کیسه است. کدوما؟ عروسکا. عروسکا همجوری عروسک که نگات کنن. حس تنهایی نداشته باشی. خب اینم توالت فرنگیه. دستی یا برقیه؟ برقیه سیفون داره و دیگه دوشمون هم خوبیش اینه که حموم ما داخلش میتونی وایسی و دوش بگیری. یعنی یکی از خوبیای فیات دوکاتو اینه که شما الان میتونی بازش کنی آب بیاد؟ الان که خیلی بده نه دیگه، ولی حالا خب آره آب گرم کنم که گفتم مبدل داریم، میذاریم آب داغ میشه، با آب داغ حموم میکنیم. اوه چه شود. اینم یخچالمونه. یه یخچال سفود بکنم میشه. نمیدونم چند فوته ولی اینم یخچالمونه. و دیگه چی داریم؟ یه دونه بخاری درجا داریم که زیر این صندلی از اینجا خارج میشه، کل ماشین رو گرم میکنه. سما باش کجا رفتی؟ من که تقریبا کل ایران رو گشتم به غیر از شرق ایران، یعنی استان خراسان رو ندیدم با کمپر. بعد یه سفری 1 ماهه به ترکیه داشتیم که خیلی موفقیت آمیز بود. بعد ایشالله که دارم برنامه‌ریزی میکنم برای اردیبهشت یا خرداد سال دیگه سفر اروپا داشته باشم با همین کمپرم. نگهداری سالانه ماشین چقدر به نظرت؟ ببین هزینه های ثابتش تقریبا ماهی 100 میلیونه با مسافت هایی که من دارم طی میکنم، ولی خب هزینه های متغیرم داره و اینا تقریبا میتونم بگم سالی 200 میلیون هزینه باشه. سالی 200 میلیون. ماهی چقدر؟ 200 میلیون چقدر میشه؟ 20 میلیون کمتر دیگه، 17 میلیون اینا. روندش کنیم 20 میلیون. ولی کلی بخوام بهتون بگم ببین سالی مثلا 17 میلیون هزینه بیمه ماشینمه. بعد بهتون بگم که تقریبا سالی 6 بار من روغن عوض میکنم، هر بار که روغن تعویض میکنم 7-8 میلیون هزینه اونه. بعد هر 1 سال و نیم یه بار لاستیک های ماشین رو عوض میکنم، 20 میلیون هزینه اونه دیگه. اگر مشکل گیری بود سالی آره سالی 100 میلیونه.
بعد خوبیای ماشین و معایبش چی به نظر؟ خوبیای فیات دوکاتو این سایز و اندازه و جادار بودنشه و خیلی هم تو جاده ماشین خوبیه، اصلا اذیت نمیکنه، رانندگیش خیلی راحته. ولی بعدیش تو ایران اینه که نمایندگی خیلی کم داره، تعداد تعمیرکاراش کمن، قطعاتش گرونه، واسه همین هم هزینه سالانش زیاده. و دیگه چی بهتون بگم، کمپر عشق دیگه، سختی داره، چالش داره، اگه عشق نباشه نمیتونید تحمل کنید. بسیار عالی. بهترین سفری که تو ایران رفتی کجا بود؟ باش. جنوب. عشق. دریا. آره جنوب قشم، اصلویه، پارسیان، واقعا رویایی. خیال کنم مثلا این در رو به دریا باز بشه، الان که رو جنگله. آره جنگلش هم قشنگه ولی خب جنوب مثلا یه چیز دیگه است. واقعا بی‌نظیر. خودت تجربه کردی دیگه. بله. خودت فکر کنم 4 ماهی جنوب زندگی کردی تو قشم. درست. جنوب اصلا یه دنیای دیگه داره. واقعا دنیای دیگه. یه جزیره خاصی. مرسی از توضیحات، لطف کردی. حالا من میرم بیرون، شما خودت یه دور از ماشین فیلم بگیر هر چی. مرسی لطف کردی. پیجت هم بگو. پیجم تو اینستاگرام samo_traveler. لطف کردین. خداحافظ بچه‌ها، خداحافظ. سفر خوبی داشته باشید. شما نظری نداری؟ بعد ته گزارش فقط راضی. سمپر راضیم. من سما و سمپر راضیم. این ترکیب جذابه. سمپر به تنهایی انقدر جذاب نیست که با سما هم. عشقی که سما داده به سمپر جذابش کرده. مرسی. لطف کردی. به همتون توصیه به همتون توصیه میکنم که حتما سفر با سما و سمپر تجربه کنید. انشالله. مرسی سارا جناب، یه بوس میدیم. مرسی. میشه از دوستم سعیدم ویدیو بگیری، خیلی دوست داره تو ویدیو شما باشه. بله. سعید جو بفرمایید. این میکروفونه نخوریش. نه نخوریش. بده بغلی. بده بغلی. لطف کردی. عادی گل. قربانت چاکر. سال فکر کنم برج 7 بله. اینجا یه بار دور هم جمع شدیم، کلی خوش گذشت. امسال هم افتخاری بود، خیلی خوشحال شدیم دوستان باشیم و خیلی هم به ما خوش میگذره. من میدونم امشبو میتره کنیم، واقعا میتره کنیم ان شاء الله. جمعیت هم زیاد میشه، عالی میشه. بیا بغلی. لطف کردی. من جلوی ماشینم نشون بدم. نایلون داری؟ این جلوی ماشین فیات دوکاتو، 2 تا صندلی داره قشنگ، میتونین استفاده کنین، لذت ببرین. اینم ویو جلوی ماشین عالی. دیگه اون جلوی ازش شلوغ بلوغه دیگه. آره خواهش کنم. آره. اینم از گزارش فیات دوکاتو سما. دور ماشینم بهتون نشون بدم به چه صورته. اینم ظاهر ماشینه. یه نقطه عیبی که حالا یادش رفت سما بگه، این ماشین دفت جلوه. دفت جلو توی همینجا هم دیروز بوکس و باد میکرد. یه ذره سوره ماشین، وزن ماشین رو عقبه، بوکس و باد میکرد. یعنی چیزی شیبه هم نره، کفیه سخت بود اومد اینجا. مثلا عیبی هم داره ولی خب ماشین برای جاده خوبه و کم سایت. ولی خب اینجا هم جواب داد. بریم سر وقت ماشین سفید پاجرو.